سلام دوستان، امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری یه مووی بسازید و اینکه این آموزش درخواستی بوده و من یه مووی توی کانال روبیکا گذاشته بودم و نظرسنجی گذاشتم و گفتین که اینو بهتون آموزش بدم. کافیه که یه عکس انتخاب کنید، بیاین از بخش پس زمینه سیاه انتخاب کنید. اندازه قابش هم 16 به 9 باشه بهتره، برای اینکه بخواید مثلا تو آپارات یوتیوب جایی بذارید خوبه. و حالا بیاین از بخش متن آهنگتون رو بنویسید دیگه. آهنگتون رو گوش کنید و دونه دونه متنتون رو بنویسید. وقتی متنتون رو نوشتین میتونید بهش فونت اضافه کنید و رنگ هم بهش بدید. معمولا وقتی که پس زمینه سیاه انتخاب میکنیم بهتره که رنگ متنتون سفید باشه. بعد از اینکه نوشتین بزرگش کنید و تو جای مناسب تصویر قرار بدید. بعد اونجا روی گزینه سیو بالد صفحه بزنید و این عکس رو سیو کنید. راستی میتونید ایموجی هم بهش اضافه کنید. وقتی که ایموجیتون رو اضافه کردین بزنید و بعدم این عکس رو ذخیره کنید. خب حالا بیاین از بخش ویدیو همه اون عکسایی که درست کردین رو اضافه کنید و ادامه این ویدیو رو ببینید. خب من ویدیو رو قطع کردم برای اینکه عکس رو درست کنم که تایم ویدیو طولانی نشه. بعد از اینکه این کار کردین بیاین از بخش موزیک، بعد مای میوزیک، بعد اینجا آهنگتون رو اضافه کنید دیگه، اون آهنگی که متنتون رو نوشتین. کافیه که از اینترنت دانلود کنید یا جای دیگه. بعد از این کار کافیه که اون تصویرتون رو خب جایی که متن تموم میشه بیاین اونجا رو کات کنید و اونجا بعد حذف کنید. من این کار رو یعنی برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه تند کردم یکم که بریم سراغ بخش بعدی. خب بعد از اینکه این کار کردیم بیاین اینجا از اون بخش بیاین این افکت‌ها رو اضافه کنید و هر کدومی که خواستین اضافه کنید روشون بزنید و مثلا من اینو انتخاب میکنم و بعد رو گزینه تیک بزنید و همونطور که می‌بینید اینطوری شروع میشه. حالا کافیه که این موزیک رو من برای اینکه اولش هیچی نمیگه یکم کات میکنم برای اینکه از اول شروع شه آهنگ. بعد اینجا تیک بزنید و حالا بیاین اینجا این بخش این کوچیکه بزنید و این افکت‌ها رو انتخاب کنید که بره برای چیز بعدی دیگه، تصویر بعدی. اینجا من سرعت ویدیو رو زیاد کردم. خب بعد از اینکه این کار کردین دیگه ویدیو شما آماده است و اینکه دیگه بذارید من این آخری هم بذارم تو یعنی اینطوری افکتاش و هر جا که دیدین نمیخورد دوباره بریم از اول اون بخشی رو که چیز کرده بودین قطع کرده بودین برای اینکه میره متن بعدی رو دوباره اضافه کنید. بیشتر بهش اضافه کنید که کارتون دقیق تر باشه. حالا الان من میرم بهتون نشون میدم که چجوری این مووی درست کردیم و یه این مووی که درست کردیم بهتون نشون میدم توی قالب یه ویدیو. اگر نتونستین درستش کنید کافیه که وارد کانال روبیکای ما بشید و اونجا دانلودش کنید. من اونجا میذارم. لایک و کامنت و دنبال کردن فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. فرق داره واسه من میگه نمیتونه باشی پای دل